سلام دوستای عزیز، سارا هستم. بسیار خوشحال هستم که دوباره در خدمت شما عزیزان هستم با یک ویدیوی جدید. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو با ما باشین و این ویدیو بتونه که یک ویدیو جالب براتون باشه. ویدیو امروز در مورد از این است که ویبراتو در موسیقی چی است و چطور ما میتونیم ویبراتو بخوانیم. دوستای عزیز، حنجره ما یک انسترومنت بسیار لطیف و نازک است که ما میتونیم امرای از او نوت ها را بلرزه بخوانیم، یعنی هموار نخوانیمشان، بلرزه بخوانیم، یعنی لرزه بتیم نوت ها را. و این برای چی است؟ بخاطر از این است که نوت ها وقتی که فلت و یا هموار خوانده میشن، راست خوانده میشن، کمتر زیبا هستن تا ای که ما رو بلرزه بریم. یعنی نوت امو فریکونسی صدایی که برش تعیین شده امو فریکونسی میمانه ولی در حالت لرزه می باشه. مثلا نوت A که روی 440 هرتز تنظیم شده، ای وقتی که ما ایره ویبراتو میخوانیم باید دینامیک 440 هرتز بانه، یعنی تا بالا نشه. و بعضی کسا میگن که ویبراتو دو تا نوت است که دو تا نوت به شکل زیگزاگ میخوانیم یا لرزه میخوانیم، کی رقم نیست دوستای عزیز. ویبراتو فقط یک نوت ما راست نمیخوانیم ولی به شکل لرزه او را میخوانیم، لرزه میشه، زیگزاگ میخوانیم و بسیار زیگزاگ نازک میباشه. مثلا ما اگر آهنگ احمد ظاهر عزیز بگوییم که ای نام غمت، ای نام شما لرزه نمیبینیم، ای نام اما عین نوت است ولی می لرزه. اینمی ویبراتو است. اگر من ایره ویبراتو نخوانم اینطور میخوانم ای نام غمت، اما امرای ویبراتو اگری بخوانم میشه که ای نام غمت. یعنی بسیار یک لرزه نازک است در حنجره که یک نوت در بین فریکونسی صدایی که برشان تعیین شده در نموی را چرخ داده میره و از خود تولید کرده میره. اینمی ویبراتو است. و ویبراتو مخصوص موسیقی لایت است، مخصوص موسیقی اروپایی است. در موسیقی کلاسیک هندی جای نداره. در موسیقی کلاسیک هندی گمک و مرکی وینا است، اما در آهنگای فیلمیشان بالیوود مثلا در موسیقی لایت هند همچنان ویبراتو خوانده میشه، اما مربوط کلاسیک نیست، مربوط موسیقی کلاسیک هندوستان نمیشه. دوستای عزیز، ما حالا چطور میتونیم که ویبراتو رو در صدای خود شکل بتیم، یعنی بتونیم که بخوانیم؟ این تمرین زیاد کرده دوستای عزیز. حداقل 1 سال آدم باید تمرین کنه که امی ویبراتو رو بتونه که درست بخونه. البته به شکل درستش که باز چند لحظه بعد میبینیم که درستش یعنی چی. ما از تمرینای بسیار ساده شروع میکنیم و بسیار تمرینای مفید. مثلا سر پشت پشت گفته میریم. اول پشت پشت گفته میریم سا 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 سا، باز او را به شکل آکار میگیم سا 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 ره 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 گا 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 گا. اینمی رقمی ما تمام اکتیو آرو و اورو میکنیم. در هر اسکیلی که شما خودتان میخواین میتونین که ایره آرو و اورو کنیم بینمی شکل. و شرایطش قسمی است که ما نباید که بالای گلون خود فشار بیاریم. مثلا ما اتر نکنیم یا که این رقمی چیزانی بسیار نرم ساده گلون ما اصلا احساس درد نکنه.
خب در شروع رقمی می باشه که هنوزم این قدر ظریف نیست. باز در شروع امی رقم تمرین میکنیم، باز آیسته 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 گلون آموخته میشه. باز بسیار باید حرکت نازک داده شود، یعنی یک لرزه بسیار نازک و نرم و ظریف و لطیف باید انجام شود، مثل امی که من پیشتر آهنگ احمد ظاهر عزیز خواندم. خب گفتیم که شکل درست تمرین این است که اول ما گلون ما نباید فشار بریم بالای گلون ما، بسیار نازک و در کنترل ما باشه. همین تمرین ما در کنترل گلون ما در کنترل خود ما باشه. و دیگه ای که وقتی که ما تمرین میکنیم باید فک ما و دان ما، لبای ما، اینا لب و فک اینا هیچ حرکت باید نکنه، فقط صدا از گلون بیایه. فک و لب و دهن و اینجایا باید در حالت بسیار استراحت باشه. یه طور نشه که این رقمی چیزا که گلون امی لبا شور بخوره یا دهن شور بخوره، این تمرین درست نیست دوستای عزیز. فقط گلون حرکت میکنه و لرزه ها نباید است که تیز باشه، تیز باید است نباشه. پس آنها وقتی که باز آدم بسیار کنترل در دست میگیره و یاد میگیره، او وقت باز میتونه تیز بگویه، اما در شروع اصلا تیز باید است نباشه، بسیار آهسته آهسته و با کنترل. و همونطور ادامه بتین. و گفتم که وقت زیاد کار میگیرید دوستای عزیز، شما خدا وقت بتین، عجله نکنین، بالای گلونتون فشار نبرین، انشالله همه چیز درست میشه. برای تمرین صدا یا صدا جور کردن ما وقت کافی کار داریم. البته در کجا باید از ویبراتو استفاده شود؟ وقتی که ما یک آهنگ میخوانیم نباید که ما در هر قسمت آهنگ ویبراتو بخوانیم، این زیبا نیست دوستای عزیز. ما باید از بفهمیم که در کجا ویبراتو زیبا است. اکثرا ویبراتو در آخر جمله یک موسیقی زیبا است. مثلا اینا غمد استاد شد. اینم اینجا دفعتا نوت هموار و راست نباید استاد شود، نوت یک کم لرزه داده شود و استاد شود. این بسیار زیبا میاد دوستای عزیز. که یکی قسمت است که در بین آهنگام، مثلا یک قسمتی که بالا میری و پایین میری از نوتا دفعتا، مخصوصا خواندن‌های احمد ظاهر که است که یک دفعه یک اکتاف بالا میره یا یک اکتاف پایین میره، بسیار زیبا است که این نوتا مثلا از سه های اکتاف میاد در سه میدل اکتاف که این راست ما نمیری میشه، ویبراتو خوانده میری میشه. اینی وقتا بسیار زیبا است که ما بخونیم، یعنی ما باید بفهمیم که در کجا ویبراتو بخونیم، در غیر از او آهنگ به وجه که زیبا شود خراب میشه. و بعض جایایی که خودتون احساس میکنین، به قسمتایی که احساس میکنین شما که این میجه ویبراتو ضرورت است، شما میتونین که ویبراتو رو استفاده کنین دوستای عزیز. این بود موضوع امروز ما دوستای عزیز. امیدوار هستم که من درست تانسته باشم که تشریح کرده باشم. بسیار خوشحال بودم که با ما بودین. امیدوار هستم که هفته آینده همچنان با ما باشین. تا هفته دیگه شما نازنینا را همه را به خدا میسپارم. بدرود.